حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون به معنی کلمه واقعی خودم هم میدونم منظره یه ذره چیزه، منظره که چه عرض کنم، دیوار یه جاییه، حالا کجاشو خودم هم نمیدونم. من اونجایی که میدونید نمیدونم خودم هم کجام و برای همین آفتاب داره میزنه. نه ولش کن، بذار بریم یه منظره رو درست کنیم. بابا این چه وضعیه؟ درود و سلام دوباره با این منظره قشنگ. جات خالی، خیلی جای قشنگیه، واقعا جات خالی. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون به معنای واقعی کلمه عالی عالی باشه. خیلی خوش اومدید به چنل من و چنل خودتونه، قربونتون برم. من عشق منین. چنل من یعنی ترانه دینا. قراره اینجا بچه‌ها کلی بهمون خوش بگذره، کلی ها. ببین این اولین ویدیویی هستش که آپلود میکنم و اولین ویدیو هست ولی اولین ویدیو نیست. ها؟ نمیدونم متوجه میشید یا نه. حالا دیگه اولین ویدیو هست ولی اولین ویدیو نیست. الان بهتون میگم که یعنی چی. Stop it. Get some help. امیدوارم که صدا منو داشته باشید چون میکروفونمو یادم رفته بود بیارم. طبق معمول آلزایمر دارم. اولین ویدیو هست ولی اولین ویدیو نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه این ویدیو آپلود میشه به عنوان اولین ویدیوی من. خب اما این ویدیو فقط مقدمه برای کار من. یعنی چی؟ یعنی اینکه من اومدم الان بهتون توضیح بدم که کی هستم. چقدر خوبی تو؟ و از اونجایی که همه دیگه خب منو نمیشناسن، در اصل یعنی هیچ کس منو نمیشناسه جز خانوادم و اطرافیانم. اونم به خاطر اینکه خب تو هیچ فضای مجازی، تو هیچ رسانه‌ای تا حالا هیچ فعالیت خاصی نداشتم که کسی بخواد مثلا منو به نام ترانه دینا بشناسه یا هرچی. به خاطر همین دیگه حالا هیچ کس من نمیشناسه. اومدم یه اولین ویدیویی داشته باشم به عنوان مقدمه‌ای که براتون توضیح بدم مثلا قراره اینجا چه اتفاقی بیفته. Nice. چوب ببینید اینو، این مناسبه برای دشمناتون. یوتیوب الان اومده پرتمون میکنه بیرون. خیلی خوب میریم شروع بکنیم. اول این که بهتون اسم رو توضیح بدم. اسم ترانه دینو اصلا یعنی چی؟ ترانه دینو ترکیبی از دو اسم من. یعنی این که اسم من هم ترانه هستش. الان میگید هم دینو. دینو که اسم نیست. نه دینو نیست، دیناه. خب دیناه رو با یا حضرت عباس یا حضرت عباس دوستان دستام فکر کنم تو ویدیو معلوم باشه زدم به فاک دادم همه چی مهمت نداره. داشتم میگفتم ترانه دینو ترکیبی از دو تا اسم منه، ترانه و دینا، که حالا یه الف برداشتیم او گذاشتیم. حالا دیگه شما به بزرگی خودتون ببخشید که ترکیبی شدش شد ترانه دینو و خانواده دینو که شماها باشید و منم ترانه که دیگه بسازیم و بریم جلو. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود. توضیح بعدی. انقدر الان حالم بده که نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم بشینم، نمیتونم بخوابم، نمیتونم با حاتم خان حرف بزنم. کار دارم میکنم. توضیح بعدی که اگه بخوام بهتون توضیح بدم اینه که میدونم وضعیت خودم هم دارم توی این مملکت زندگی میکنم. وضعیت کشورمون واقعا مساعد نیست. دلار بیشتر از 100 تومن و تورم و آلودگی هوا و چه میدونم هزار جور کوفت و زهرمار، قطعی برق و کمبود آب و خوش شدن هرچی دریاچه. من میدونم همه اینا رو خودم هم میدونم که چقدر باعث شد حالمون گرفته بشه. اصلا
دیگه حوصله خودمونم نداشته باشیم. ولی خب من اینجا اومدم که برای حداقل یه نیم ساعت هم که شده، یه 20 دقیقه هم که شده، با دیدن حداقل ویدیو من یه بهونه‌ای داشته باشید برای خندیدن. و اونجایی که از همین الانش مشخص کردم خودم چه دلغکی هستم، پس قرار بخندونمتون و مطمئن باشید و بهتون الان یه قول دینویی میدم که توی این پیج اینستاگرام یوتیوب داری فعالیت میکنی احمق، بهتون قول میدم که توی این چنل هیچ درد و غم و غصه‌ای وجود نداره و هرچی هست مال بعد ویدیو، قبل ویدیو و بیرون از ویدیو. توی ویدیو ما فقط قراره بخندیم و شادی کنیم و کلی بهتون خوش بگذره. ویدیوهایی که من قراره اپلود کنم. Oh my god! اگه بخوام از روزایی که ویدیو میذارم بگم، نمیدونم. فعلا واقعا هیچ تصمیمی برای این که چه روزی ویدیو بذارم، چه روزهای ویدیو بذارم ندارم. روزها رو حال کردیم، روزها رفت تو درخت. از روزهایی که قرار ویدیو بذارم واقعا نمیدونم. یه تصمیم حالا باید بگیرم که ببینم چه روزهایی خالیم. همونجایی که میدونید وسط عید دارم این ویدیو رو میگیرم، حالا نمیدونم کی آپلود قرار بشه. وسط عیدم الان. خب به انم عیدی که عید. من سنی بخوام بگم کلاس 10م، تازه اول دبیرستانم و مدرسه میرم. 3 سال هنوز خارگیمون مونده. سال هنوز قرار من پاره بشم دوستان عزیز. آره خدا به دادم برسه. بنابراین قراره ببینم که چه روزهایی میتونم ویدیو بذارم و درسایی مثلا کمتری دارم برای خوندن و نوشتن و اینجور زهرمارا، بتونم یه ویدیو چیزی بذارم. یه حالا بهتون خبر میدم دیگه. الان چرا انقدر زیر میزنی؟ چرا حرف میزنی؟ انقدر حرف نزن. قرار شد ویدیو بدیم مقدمه انقدر طولانی، مقدمه کوتاهه. خود درگیری نوشته باشه. بچه گوشامو دیدین؟ What the fuck؟ موضوع ویدیوها چی؟ الان میگید خب تو دلغک میخوای چه چیزی ارائه کنی؟ چه چیزی برای ارائه داری مارکو؟ خب و من به شما میگم که از همون جایی که مشخصه من چه دلغکی هستم، و همون اولم البته گفتم مثلا نیازی نبود بگم. و این که بچه ها نارنج بابانی اینو بذاریم اینجا. من واقعا معذرت میخوام کندمت. البته میوه رو باید کند، گل رو نباید کند. نه باری کلا، نه باری دیگه چی بگم؟ موضوعمون طنزه دیگه. موضوع طنزه، قرار بگیم بخندیم، چرت و پرت بگیم، دریوری بگیم، بخندیم، بخندید به دریوری های من. خوبه. من یادم رفت فکر کنم که بهتون خوش آمدگویی کنم بچه ها. به چنل من یا چنل اصلا خودتون، فکر کنید چنل خودتون، اصلا من آدم نیستم. نه آدم هستم، چیز نیستم. آره همون یعنی چرا نه کجا بفهمن تو چی میخوای بگی. بچه من مدل حرف زدنم واقعا همینا. فکر میکنین دارم ادا در میارم ولی واقعا همین آدمم. یعنی الان خودمم. اوکی. یعنی که الان انقدر خودمم، جلو خانوادم همین نیستم. الان خانوادم این ویدیو رو ببینم پشماشون میریزه تو کی؟ در صورتی که نمیدونن من الان اینم. یه چیزی رو میخواستم بگم ولی ترجیح دادم نگم، ولی حالا میگم. بس دیگه. جمله بندی. یه چیزی رو میخواستم بگم ترجیح دادم نگم ولی خب یه دقیقه باسن عروسی نباشه.
یه سری رو خواستم بگم. ترجیح میدادم چند روز پیش که نگم تو ویدیو، ولی خب الان میگم. نو من چی شد که اومدم تو یوتیوب؟ چجوری با یوتیوب آشنا شدم؟ من بچه تر که بودم، بچه تر 2-3 سال پیش مثلا حدوداً 13-14 سالم که بود، خیلی تو یوتیوب فارسی میگشتم. ویدیوهای خیلی از بچه های یوتیوب فارسی که اصلا ترکوندن یوتیوب فارسی رو و اصلا عالی، خیلی از ویدیوها رو میدیدم و اینجوری بودم که چقدر اینا خوبن، چقدر خفنه. حتی از یوتیوب خارجی هم خفن‌تر یوتیوب فارسی. البته این نظر من بود، چون بیشتر یوتیوب فارسی سمت طنز و اینا رفته، برای همین نظر منی که دلغکم این بود. خود تخریبی اصلا 100%. بنابراین بچه های یوتیوب فارسی که چه میدونم اصلا انقدر تعدادشون زیاد و خفن و باحالن، یادم میره اسمشون رو و خیلی هاشون رو نگاه میکنم. یکی از اصلی ترین چیزی که چنلی که باعث شد اصلا من روحیه بگیرم، چنل کومان بود و ایمان و کوروش که ترکوندن، میا که اصلا خیلی 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 بچه های یوتیوب فارسی واقعا خیلی خوبن و اینو به من روحیه دادن که بیام اصلا یوتیوب شروع کنم، وگرنه من از این جرأتا نداشتم و اعتماد به نفس خیلی کمی داشتم قبل از یوتیوب فارسی. بعد اینکه بچه‌های مثلا اون 3 تفنگدارمون که اسمشون علیستوری، مانیکسوید و محمد افشار یا نیما تکیدو با اون چنل کومانشون که مشتاق قطعش کن. چنل کومانشون وقتشه که سورپرایز کن چنل کومانشون که اصلا با نیوا ترکوندن. بعد بنیامین که اصلا خیلی خوبه. حالا زیادم نمیخوام چیز کنم که بگید آره داری پاچه خاریشون رو میکنی، که نه، من فقط خواستم پروانه که مثلا بگم که خیلی خفنید داداش، اگه دارین این ویدیو میبینید واقعا دوستتون دارم و شماها باعث شدید که من روحیه بگیرم و اصلا وارد یوتیوب بشم. این از این که ورودم چجوری بود به این چنل یوتیوب. بچه من آستینمو به فاک دادم، یه نگاه بکنید شما. آستینمو به فاک دادم بچه ها. و از صدام و همه چی معذرت میخوام، چون تنها جایی که میتونستم براتون ویدیو بگیرم همینجا بود و صدام میکروفونم رو یادم رفت بیارم. خیلی از آلزایمر اصلا تو من قل میزنه، میدونیش میگم. داشتم راجع به چی اصلا حرف میزدم، داشتم چی رو میگفتم یادم نمیاد. داشتم راجع به چی صحبت میکردم بچه ها. من یادم نمیاد اصلا چی میخواستم بگم. بچه ها من واقعا بازم معذرت میخوام بابت همه چیز که توی ویدیو انقدر بده و واقعا بازم میگم معذرت میخوام. نور که از خورشید عزیز متشکرم، ما رو روشن میکنه. خورشید پشتش به ماست، تا حالا میدونستی؟ و اینکه داشتم راجع به این صحبت میکردم که الان شما با خودتون میگید که بچه واقعا بابت صداها من معذرت میخوام، دیگه نمیتونم هیچی رو کنترل کنم، هیچی دستم نیست، چون میکروفونم رو یادم رفته بیارم. آخه این درست خدایی چی بگی آدم؟ آلزایمر، یعنی الان یه پیرمرد 80 ساله اندازه من آلزایمر ندارم.
راجب ویدیو هم بذارید. نه چی میگی؟ راجب چیز قرار بود تو. آها داشتم میگفتم که یوتیوب فارسی مثلا از افرادی که تو یوتیوب فارسی دارن فعالیت میکنن، مثل کسایی که نام بردم و 2000 years later. داشتم میگفتم که الان شما با خودتون میگید که چقدر پاچه خاریه مثلا بقیه یوتیوب فارسی. به قرآن مجید اصلا همچین قصدی ندارم. من فقط میخوام بگم که واقعا خفنن و یه همچین نظرمو فقط خواستم بگم. جدی واقعا معذرت میخوام. و راجب چیزای ویدیو هام میخوام صحبت کنم. چیزای ویدیو هام اصلا دیکشنری 100% اصلا منظورم اینه که چیز موضوع های ویدیو هام اینجوری نیست. گفتم که این یه ویدیویی هست که ویدیو اول من نیست. یه ویدیویی برای مقدمه است که خودم معرفی کنم، یه سری این حرفا رو بزنم براتون و با من آشنا بشید. کلا ویدیوهای بعدی قراره بهتر کنم. آره نه حالا جدی قرار نیست اینجوری باشه که بیام مثل این دلغک‌ها و مثل این کارشناسایی که تو اینستاگرام زر میزنن صحبت میکنن، صحبت‌های مفید، نسبتاً مفید. نه قرار نیست بیام مثل اونا براتون حرف بزنم اینجوری. قرار بدیم من زنده بمونم بتونم اصلا ویدیو رو آپلود کنم. آره قرار نیست که بیام مثل این دلغک‌ها براتون اینجا حرف بزنم و اینجور حرفا. نه قراره کلی خوش بگذرونیم. میدونم تا اینجا ویدیو اصلا خسته شدید. منم خسته شدم. خدا وکیلی کمر درد دارم. پس لایک کنید بچه. اگه لایک نکردید حتما لایک کنید بچه ها که من بفهمم که یه ذره روحیه بگیرم بتونم ادامه بدم. و من آدم تسلیم شدن نیستم خب، ولی خب به لایکاتون احتیاج دارم که انرژی بگیرم و امید داشته باشم برای ادامه دادن به چنلم و بتونم همینجوری روند رو پیش ببریم بالا. آره خودم رو دیس میکنم اصلا عالی. بعد اینکه اگه خوشتون اومد از موضوعهایی که از حرفایی که زدم، از چیزایی که براتون گفتم، چنلمو سابسکرایب کنید و مثلا اگه دوست دارید که مثلا هر دفعه ویدیو جدید گذاشتم یوتیوب بهتون پیام بده که آره آقا این ترانه دینو دلغک براتون ویدیو گذاشته بیاید ببینید، زنگوله‌ش رو میتونید فعال کنید، روی آل میذارید که آره یه همچین اتفاق براتون بیفته. و خیلی خیلی دوستتون دارم. فکر کنم الان خانواده دینو من هیچ وقت نمیگم سابسکرایبرام و از همین الان ویدیو دوست دارم شما رو خانواده دینو صدا کنم و اینم یکی از یوتیوبرهای فارسی. یادم نمیاد واقعا من آزایگر دارم، ناراحت نشه کسی که اینو به من یاد داده. حالا واقعا یادم نمیاد کی بود که من داشتم یوتیوب فارسی نگاه میکردم، با خودم گفتم که هر وقت چنل زدم نباید به کسایی که منو دنبال میکنن بگم سابسکرایبرام، خانواده منن و ما با هم دیگه اصلا اینجوری. خب خیلی دوستتون دارم، عشق منید. یادتون نره ویدیو رو بازم میگم لایک کنید، چون اولین ویدیو یه ذره ویو ها کمه، لایک ها کمه. آره خیلی خوشحالم شما رو دارم، دورتون بگردم من و اینکه منتظر ویدیو جدید باشید. عشق منی، دورتون بگردم. به به دور چشاتون بگردم، مثلا قربونتون برشم. من فدای شماها بشم، مثلا اینقدر شماها خوبید، عشق منید. اگه خوشتون اومد چنل رو سابسکرایب بکنید، عضو خانواده دینو بشید و چنل تلگرامم براتون اینجا قرار میدم، اینجا این گوشه براتون چنل تلگرامم قرار میدم که اونجا هم عضو باشید. کلی اتفاقای خفن قرار اونجا هم بیفته
و اینکه منتظر ویدیوی اصلی باشید عشقای من تا ویدیوی بعدی و اصلی. خدافظ. آخ مراقب خودتون باشید، تو رو دون بگردم و تو رو خودم مراقب خودتون باشید عشق منی. تا درود دیگر، بدرود. مثل تارزان بپرم براتون. اصلا یهو شوق و ذوقه میزنه بالا، نمیدونم باید چیکار کنم. میخوام برقصم نه نرقصم. دستامو دیگه خودتون مشاهده میکنید. راستی ناخونامو بهتون نشون بدم، ناخونام کنده شدن. اونجایی که دیگه الان وسطای عیدیم، وسطایی که چه عرض کنم دیگه آخرای عیدیم دیگه، ناخونا رو من اول سال گذاشتم بعد میکنه کنده میشه خودش. برای چی داری توضیح میگی؟ الان اینا میگم به یه برام. خب این چوبه رو من هی داره میره رو مخم. بگیرید بکنید تو آستین دشمناتون. دستام به فاکتم.